برادرو هر نفس غنیمت دانیم، هر دقیقه را غنیمت دانیم. یه روزی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میان صحابه بودن. حضرت این گونه شخصیت بودن که با خدا صحبت میکردن، سخن خدا را مدام میگفتن. بلند میشدن که ابی ابن کعب آمده است در یک لباس فقیری، در یک لباس کم بغلی از قاری های افغانه. ابی، ای ابی، من شنیدم و من در رسید که سوره لم یکن الذین بخون. این بینده قرآن حامل شمای، قرآن شما در نازل می شود، قرآن شما در آمده، نخون من خونم. ابی، این امر خدا های بعد این سوره نازل شدن خدا امر کرد که ابی اگو همین سوره را خونه. حضرت ابی ابن کعب تا مردنشان فخر میکردیان. این بینگه خبری آسمان میبیو، فقیری صحابه بدیان.